که اگر در حالت گنتیو اران اسم که آرتیکل دی دست یا دی جمع داشته باشه و در حالت گنتیو آرتیکل شکل خود تغییر بده، امرایش ما یک صفت استفاده بکنیم. صفت ما امانند داتیو در آخر خود یک اندونگ ان عکس میکنه. ایره نوشته میکنیم اندونگ ان. چقدر ساده. مثل ارشب ما 3 مثال گسترده و فشرده کار میکنم تا تمام عزیزان نه تنها در تیوری بیاموزن بلکه در سایه عمل یا پرکسس همچنان در مثال ایره ببینن. حال ما و شما در اینجا تذکر دادیم که اگر آرتیکل اسم در حالت نومیناتیو دی باشه که در گنتیو دس جمع اس میشه، دی باشه یا ام دس و دی جمع، صفت در آخر خود ان میگیره. بنابر محدودیت جایی که در اینجا نیست، فقط در ذهنتان یادداشت بگیرین. امانند داتیو حتی اگر از آرتیکل های نامشخص و نامعین و همچنان از ضمایر ملکی ماین، داین، زاین و غیره استفاده شود، این قانون همیشه پابرجا خواهد ماند. به معنای از این که در گنتیو بدون در نظر داشتی از این که آرتیکل مشخص، نامشخص، ضمیر ملکی استفاده شود، صفت در آخر خود اندونگ ان میگیره. چقدر راحت. بر من دیگه هیچ جای تشویش نیست که در این جمله که من استفاده میکنم آیا در اینجا صفت ما با ضمیر ملکی استفاده شده، با آرتیکل مشخص استفاده شده، با آرتیکل نامشخص استفاده شده، اسم ما آرتیکلش دی است، دیست، دست است، چی است؟ همیشه در گنتیو صفت اندونگ ان میگیره. چقدر راحت. بیاییم در 1-2-3 مثال این موضوع را بیخی با وضاحت روشن بسازیم تا در ذهن هیچ عزیز سوال باقی نمانه. میاییم اولین مثال خود شروع میکنیم. کوشش میکنم به خاطر از این که شما عزیزان بتونم به امتحان روز دوشنبه آماده بسازم، همچنان در حالت نومیناتیو، داتیو، اکوزاتیو در لابلای مثالهای فارسی خود صفت استفاده بکنم. چیزی که بر علاوه اونها اضافه می شود گنتیو است. گنتیو دیگه چقدر راحت شد بر همه عزیزان روشن و معلوم شد که صفت در آخر خود ان عکس میکنه. پس میایم جمله اول خود کمک اون کامپلیسیرت یا ساده استفاده میکنیم و کانسنتراسیون و تمرکز خود بالای گنتیو به خرج میدیم. کوشش نمیکنم چند صفته بسازم تا ذهن شما عزیزان زیاد مشغول نشه با این موضوع. یک مثال من نوشته میکنم در روی تخته. فاطمه با برادر دوست جدیدش یک بایسکل سیاه را تحفه داد. این مثلا یکی از مثالای امتحان روز دوشنبه شاید اینو تا یک جمله بیه. فاطمه به برادر دوست جدیدش یک بایسکل سیاه را تحفه داد. خوشا به حال کسی که این جدول با من کار کرده و همچون یک مثال میتونه با وضاحت بدون مشکل ترجمه بکنه. من یکی از قوانین امتحان روز دوشنبه من چی خواهد بود؟ کسانی که موتر پیشکان بزنن یعنی زود پیشپزکی بکنن شامل کامنتایشان در رایگیری و نتیجه دادن امتحان مورد نظر من نیست.
و کسانی که به این شکل جمله را اول خب اینقدر جمله دور و دراز نخواد براتان دادم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه در کامنت شاید جای نشوه، اما من به خاطر از اینکه امشب شما را آماده بیشتر بسازم، یگانه بخشش که شما شاید نفهمین اینی است. حال بیاییم واقعا اگر شما به تحلیل و تجزیه از این مثال گوش بدین، این مثال ببینید خوب یک چیز را من از لحاظ پیداگوژی یا از لحاظ امو علم تدریس به شما مبردان چند موضوعی را بسیار کوتاه بیان بکنم تا ای که شما خاطرتان جمع شود. اران کسی که با وجودی که رشته ما رشته معلمی نیست، اما شاید معلمین عزیزی که در داخل لایف باشن صحبتای ما را تایید بکنن. در روند تدریس مضامین زبان یا اران موضوعی که باشه، یک شخص میایه چی در داخل صنف حضوری چی هم در پیشروی لایف تیک تاک مثل ما، دو موضوع بسیار بسیار زیاد مهم است. موضوع اول که ارتباط بین استاد و شاگرد و یا هم بیننده باید به بهترین نحوش برقرار شود. من احساس دارم در داخل لایف تیک تاک که امی ارتباط بین ما و شما عزیزان برقرار شده. موضوع اول. موضوع دوم که منفی است متاسفانه، شاگردها همیشه وقت یک استاد خوش دارن که موضوعی را مورد بحث قرار بده که وا حاکمیت دارن بالای درس. به طور مثال کلگی آمادگی گرفته که افغانستان در کدام سال استقلال خود گرفته، اگر معلم اینمی سوال بکنه تمام صنف آرزویش است که زود ای جواب بده تا لیاقت خود نشان بدن. اگر شما مثل از این مثال با ما در یک حالت مواجه میشین که براتون ناخوشایند است، به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه محتوای از این براتون مغلق است، از توانتان بالاتر است، از این ناراحت نشوین که لمر سوال را مطرح میکنه از لحاظ روند یا میتود آموزش و آموختن که ما یاد نداریم، براتون خسته کن شو او برو من این یاد ندارم، من چرا باید در داخل لایف باشم؟ اگر یاد نداشتی به معنای از اینکه خودت در حالت رشد یک قدم طرف پیشتر هستی، یاد میگیری. قرار نیست که ما همیشه یک استاد یا معلم به خاطر خوش داشته باشیم که سوالهایی را از ما مطرح بکنه کوره ما از قبل جوابش دارم و برش زود در داخل کامنت بگویم که جواب درست اینی است. اگر او رقم باشه دیگه زمینه رشد خودت در اون نقطه‌ای که قرار داری از لحاظ تکتیک آموزش دیگه وجود نداره. پس خوش باشین وقتی که با مثال مثل ازیج مواجه میشین که براتون پر چالش است، کنجکاو باشین که جواب درست چی است. پس بیاییم این مثال ما و شما امو زیره و پودینهش میکشیم، تحلیل و تجزیه میکنیم. مثال یک بار دیگه میخوانیم که از لحاظ زبان فارسی اول بفهمیم که گوینده و شنونده چی میخواه بگوید. گوینده میخواه بگوید که فاطمه با برادر دوست جدیدش، اینجا خب فارسی را متوجه میشین. فاطمه میخواه که با برادر دوست جدیدش، با دوستای دیگهش نه، فاطمه یک دوست جدید داره، میخواه با برادر دوست جدیدش آمیانه بگویم خورخونده. فاطمه میخواه که با بیادر خورخونده نو خود یک خورخونده نو پیدا کرده یک دونه بایسکل سیاه تحفه بده. میاییم اینمی را ما و شما حال تحلیل و تجزیه میکنیم، مرحله به مرحله پیش میرویم. مثال اول ما بردان کار میکنم، شما کتابچه‌هایتان باز، به خاطر چی که در اینجا گنتیف با صفت استفاده شده. میاییم جمله را ترجمه میکنیم. کسی که قرار است بایسکل سیاه را تحفه داد، قرار نیست تحفه داده، چون جمله را ما به گذشته استفاده کردیم. او شخص کی است؟ فاطمه است که بایسکل تحفه داده. پس سوبجکت یا فاعل جمله ما و شما فاطمه است. میاییم ترجمهش میکنیم. فاطمه چون فعل تحفه دادن شنکن در زمان گذشته اتفاق افتاده، حالت گذشتهش ما و شما با فعل هبن گذشته میکنیم. فاطمه کی است؟
ich du er sie es زی اوی خانم است. حالت فعل haben به زی اوی خانم چی رقم صرف می شد؟ فاطمه hat. خوب متوجه باشین این جمله بسیار سوالایتان کامبیناسیون یا ترکیب داتیف با گنتیف هم است. فاطمه hat با برادر دوست جدیدش. برادر فاطمه اول امی برادر دوست فاطمه است. ضمیر ملکی کامنت های را من میبینم که مطابق سوال ما جواب میدن. ضمیر ملکی فاطمه چی است تا ما دوست جدید به او اختصاص داده بتانم. ضمیر ملکی فاطمه در اینجا چی است؟ یا sehr schön. کلتان آماده امتحان هستین. دیانا فشر یا sehr schön. واقعا عالی است. با یک نگاه کلتان احساس میکنم که در داخل درس هستین. فاطمه hat با برادر. در اینجا ما و شما در جایگاه نخست از ضمیر ملکی استفاده نمی کنیم به خاطر از اینکه دوست از فاطمه است. درست است؟ دوست از فاطمه است. برادر der Bruder آرتیکلش است. ببخشید دیگه اینجا اگه خدا کنه ندیده باشید که نقل نگرفته باشه. ما و شما ضمیر ملکی فاطمه را بعداً استفاده میکنیم. سوالی که من از شما دارم گرچه نقل دادمتان زود پاکش کردم. فاطمه hat der Bruder به معنای برادر. ما در اینجا همیشه گفته بودم یا قانون کسانی که صنف ما را تحقیق کرده بودن گفته بودم اران گاهی که ما و شما ترکیب داتیو و اکوزاتیو با گنتیو داشته باشیم اسم اول وظیفه داتیو اکوزاتیو اجرا میکنه، اسم دوم وظیفه گنتیو انجام میده. در اینجا ما میخوایم فقط بگویم چی؟ با برادر. der Bruder خب معنایش برادر است. ما چی کار باید بکنم؟ سوال من دوباره از شما که از این برادر با برادر جور شود، چون در اینجا ما با برادر دارم. فاطمه hat der Bruder ما نشته کردیم. چی کار باید بکنم که از برادر با برادر جور شود؟ کلگی بر من در اینجا نشته بکنه زود. نقل زود گرفتین. آفرین. نه یاد دارین. Ich gehe stark davon aus, dass ihr das schon könnt. من احتمال از این زیاد میتونم که خودتان یاد داشتین. کلگی میگه لمر تو در اینجا der Bruder نشته کردی به معنای برادر، اما در اینجا از با برادر، پس اینجا با نشته از der Bruder dem Bruder. امی der dem بساز کل مشکل بخش اول حل میشه. این رو میکنم که اینجا نزدیک نشته کنیم که جای زیاد نگیریم. dem Bruder با برادر دوست جدیدش. حال ضمیر ملکی فاطمه را در کامنت که پیشتر باز کرده بودم کلتان خودتان گفتین که ای است. دوستش که خورخوندهش از Freundin است. وقتی که ما و شما گنتیف داشته باشیم دوستش آرتیکلش Freundin دی باشه، در آخر ای چی باید بیایه که امی برادره دوست جور شود. گنتیف در اسم دوم کار میداد. ما در آخر ای چی اضافه بکنیم که از با برادره جور شود. این مارکر سیام جواب داد. دیگه شو بگیریم. چی کار باید بکنیم که از این برادره جور شود؟ در اینجا ما و شما یک چیز باید اضافه بکنیم. ای Freund دوستش. چی بکنیم که این دیه که Freundin است، ای Freundin در آخر ای اضافه شود، گنتیف شود. از ای باید چی جور بکنم؟ ار. آفرین.
Sehr schön. Sehr gut. Bahman, User, Alimbek, Ahmad Nazir. فهمیدین گفتین که دی فرویندن در گنتیف دی همیشه چون من از ای استفاده کردم در آخرش دو حرف آخرش استفاده میکنم ای خود در سایسته که قبلا یاد داشته حال وقت امتحان رسیده وقتی میگیم که با برادر دوست جدیدش نوعی میگه کلتان گفته بودم که چی ضمایر ملکی باشه چی آرتیکل های مشخص باشه چی نامشخص صفت گنتیف آخرش چی میگیره اینجا دیگه نشته است هیچ کس گفته نمیتونه که من نمیفهمم در آخر نوع ما چی از نوع چی جور کنم که در اینجا جمله درست شوه ایرام اگر تکمیل کردین کلتان پروفی هستین بعد از ایغه چی اضافه کنم آفرین sehr schön کلتان به معنای از این که در درس داخل هستید شما sehr schön واقعا عالی است من احساس میکنم که شما درس واقعا متوجه هستید کلی که میگه لمر بگو که ایغا نوین Okay, Fatima hat dem Bruder ihrer neuen Freundin یک بایسکل سیاه را اکوزاتیو را داره یک چیز براتون میگم کسایی که امیال صحیح جواب میده یا بعد از این لایف جزئیات از این را میفهمن برین خود اسپند کنین بعد از این لایف باور داشته باشین من übertreiben نمی کنم یا مبالغه نمی کنم کسایی هستن خارجی هستن که 25-30 سال از در آلمان هستن ایره واقعا براتون من عادت ندارم این قسم و چیزا بخورم اما ایره از صدق دل براتون میگم که در آرزوی گفتن همچو جملات هستن یعنی اینی قسمت جمله یک کسی هسته که واقعا در آلمان باید تحصیل داشته باشه حداقل ابیتور کرده باشه که بگوید فاطمه hat dem Bruder ihrer neuen Freundin یعنی این واقعا آخر بخش امو مهارت شما را در زبان آلمانی نشان میده من خوش میشم که عزیزان داخل لایف من این مهارت دارن که میگن لمر در آخر نوع ان اضافه بگو بیایم یک شخط وایتا یا یک قدم بیشتر میریم با برادر دوست جدیدش یک بایسکل سیاه را بایسکل سیاه را داره بایسکل چی میگفت به زبان آلمانی؟ بایسکل چی میگه کلتان در داخل یا عزیزانه که به لهجه ایرانی یا دارین دو چرخه در زبان ما قدر خوبم نمیگه خب اما بازم چی میگه به زبان آلمانی با آرتیکلش نشته بکنین بدون آرتیکل نه بدون آرتیکل من نمیخوانم Das Fahrrad sehr schön das Fahrrad به معنای بایسکل das Fahrrad خالی را من نمیبینم تنها das Fahrrad من میبینم sehr schön بسیار خوب خب میریم ادامه میتیم بخش درس خدا das Fahrrad میگه پس وقتی که ما در اینجا میگم فاطمه hat dem Bruder ihrer neuen Freundin das Fahrrad اما اینجا را داره پس از اینجا بیرون میشه میریم در بخش das میریم das در حالت یک بایسکل das حالت آرتیکل نامشخص یا نامعینش چیست ein پس میریم نوشته میکنیم ein بایسکل سیاه را اگر شما درسخوان بوده باشین و باعث افتخار بیشتر ما امشب میشین دیشب ما این درس براتون دادم گفتم که وقتی که das آرتیکل اصلیش استفاده شود در آخر صفت ای میآید
اگر آرتیکل نامعینش عین استفاده شود و یا هم ضمایر ملکی استفاده شود، در آخر صفت چی میآید؟ یک تفاوت بار می آمد. یکی از استثناهای دیشب بود. کامنتار را باز میکنم. در آخر صفت چی می آمد؟ وقتی که دست آرتیکلش می بود، ای خود در ایجا می گرفت. اما وقتی که متفاوت می بود، absolut richtig, die meisten schreiben gerade ES. Ja, das ist richtig. دقیقاً آفرین. هدیه تیم لمر شکیبا sehr schön. کسانی که این نشته میکنه او وقت می بود که رخسار تیم لمر sehr gut. او وقت می بود که آرتیکل der می بود den می شد. دیشب ما بر شما اکسترا یا اضافه گفتم که اگر آرتیکل das باشه در حالت را، آرتیکل das استفاده شود ای میگیره. اما اگر آرتیکل نامشخص یا نامعین یا عین استفاده شود و یا هم ضمایر ملکی یا پوزیسیو پرونومن استفاده شود، mein, dein, sein, euer, ihr, unser، در آخر صفت es میآید. پس در اینجا وقتش است که امو es استفاده کنیم. چرا؟ به خاطر که آرتیکل نامعین استفاده شد. چرا آرتیکل نامعین؟ چون در زبان فارسی یک داشتیم. یک به معنای یک بایسکل سیاه را، من نمیفهمم که از کدام مارک بود، یک بایسکل سیاه را. پس به اینجا به خاطر اینم یک از عین استفاده کردم و اندونگ صفت خودم چی میتونم؟ es. ein schwarzes Fahrrad فعل در آخر در حالت دوم. جمله را با صدای بلند با یک جای میخوانیم. Fatima hat dem Bruder ihrer neuen Freundin ein schwarzes Fahrrad geschenkt. یعنی هر کسی که این جمله را نخفولسین کرده میتونه، درک کرده میتونه، آلمانیش در سطح در امی بخش از B1 کرده بالاتر است. ما با شما چالش میتونم برین با عزیزانتان که B1 و B2 داره این جمله را نوشته کنه. فاطمه به برادر دوست جدیدش یک بایسکل سیاه را تحفه داد. اگر این مثال به رقم اعظمی جمله کاپی نوشته کرد، شما فکر بکنین که یکی از شاگردای ممتاز هستین که جایزه از ما دریافت میکنین. اگر شما این خودتان یاد گرفتین، به معنای از اینکه حداقل در بخش داتیو، گنتیو، اندونگ های صفت ها شما تاپترین انسان های هستین از خارجی هایی که در آلمان زندگی میکنن. ایره از صدق دل براتون میگم، چون این جمله واقعا شاید من امیال بیشتر از 40 دقیقه بالای از این جمله وقت ضایع کرده باشم، اما محتوایش یا انحالت از این جمله آنقدر مهم است که شما را از چندین هفته درس پیش میبره. ما چی آموختیم در این جمله؟ این خط پاک میکنم. آموختنی که ما در محتوای از این جمله داشتیم چی بود؟ ما در اینجا آموختیم، البته یادآوری کردیم از درس‌های گذشته، کامبیناسیون یا ترکیب گنتیو داتیو با گنتیو، اندونگ صفت را در حالت گنتیو. یک بار دیگه یادآوری کردیم اندونگ های صفت ها را در حالت اکوزاتیو. سعی کنیم که چقدر جمله ما به کار میایه در اینجا. فاطمه با برادر دوست جدیدش، در اینجا چقدر در اینجا باریکی داره، ام داتیو، ام گنتیو و ام صفت گنتیو. در درسای گذشته کسایی که نوت مرا داره گفته بودم که الان گاهی که ما دو اسم داشته باشیم که برادر، دوست، برادر یا اسم اول باورا داشته باشه، در زبان آلمانی اونمو رو در اسم اول تطبیق میکنیم. گنتیوی که ما در اینجا داریم با برادره در اسم دوم تطبیق میکنیم که در اینجا امو کار کردیم. با برادر چی میگفت در زبان آلمانی؟ der Bruder.
اما بر اساس توضیحی که من بر شما شبهای گذشته داده بودم که گنتیف در اسم دوم، داتیف اکوزاتیف در اسم اول. در اینجا اسم اول چی است؟ با داره، با برادر، ده بغوره. عاجل میرم میگم با گفته لمر، ایره با در اینجا کلان نشته است. ده در با چی میشه؟ کلگی میگه ده اینا پیشوش کلان نشته است که دم میشه. پس میگم اول ایره پاک کو با جایش دم نشته کو. ای کار کردم، دم بغوره. دوست جدیدش گنتیف ضمیر ملکی فاطمه که دوست از فاطمه است. فاطمه کی است؟ ایش دو ای زی است، زی است. وقتی که زی باشه ضمیر ملکی فاطمه ای است. چرا من در آخرش ای ار گذاشتم؟ به خاطر دوستش خورخوندهش است، مؤنث است. از کجا فهمیدم که ای ار بانم؟ میگم اینا دی که مؤنث است، دی فایندن. ادامه میتونش در جدول گنتیف یا یای نسبتی دیدیم که در اینجا دیر شده. قانون یا تفاهم نامه‌ای که ما و شما داشتیم، گاهی که آرتیکل مشخص یا اصلی استفاده نشوه با جایش آرتیکل نامشخص و یا همچنان ضمایر ملکی استفاده شوه، دو حرف آخر آرتیکل در آخر ضمیر ملکی میآید. در اینجا ای را نشته کردم، دو حرف آخر از ای ار بود نشته کردم. در بخش بعدی بر علاوه ازی که اسم آمده در وسط اسم صفت آمده، جدید، دوست جدیدش، جدید کلگی میگه نوعی میگه ای این از کجا شد؟ با صراحت توضیح دادیم که در بخش گنتیف چی آرتیکل های مشخص، چی آرتیکل های نامشخص، مفرد، جمع، ضمایر ملکی. خوشبختانه صفت همیشه در آخر خود ای ان میگیره. پس در اینجا اگر امی دوست مؤنث نمی بود، مذکر می بود، جمع می بود، اران چیزی که می بود، نوع بدون قید و شرط نوین می شد. حالت من خوب است که من که شما اینقدر گپ میزنم هیچ وقفه نمی کنم، تمامش ای ان می گیره. اساس absolut irrelevant وصف حالت آرتیکل نامشخصش عین است، عین میشه، عین باقی مانده. دیشب ما خواندیم که صفت با آرتیکل های نامشخص و ضمایر ملکی ای اس میگیره. در اینجا شفاعت شفاعتسس شده و با اسکلام فقط میگه و گشنت. کجای ازی اکوزاتیف نشده؟ سیاه اکوزاتیف شد. بله یا ما شما این شفاعتسس گفتیم. دیشب خواندیم که دست اگر آرتیکلش در اینجا اتمی بود که کامنت داشته نکنین، گوش بکنین گپه. فاطمه با برادر دوست جدیدش بایسکل سیاه را توفه داد، یعنی همون بایسکل سیاهی را که ما و شما میفهمیم. باز اینجا میگفتیم دست شفاعت سه فقط سه دوست مؤنث به زبان آلمانی فرویندن میگن. اینه چرا شود؟ چرا ای بگیره؟ اینجا گنتیف است. میگن که فاطمه با برادر دوست با برادر خودت گنتیف حتما یاد نداری. دی فرویندن، آرتیکل فرویندن دی است. وقتی که دی باشه ما میخوایم اینمی فرویندنه با فاطمه ربط بدیم. کومنتا باز باشه شما نمشنوین، بیفایده است.